مختصات، یک ماجراجویی خلاق در دنیای ریاضی. تو این جلسه میخوام در مورد تابع و ضابطه تابع و نحوه برخورد این ضابطه و تابع با محورهای مختصات صحبت بکنم و بهتون یاد بدم که چطوری میتونیم با استفاده از نکاتی که تو این جلسه میگم تست های کنکور در مورد تابع رو بتونیم حل بکنیم و درصدهای تابع رو از آن خودمون بکنیم. بریم سراغ درس. تو این جلسه در مورد برخورد تابع با محورهای مختصات صحبت میکنم و نکات مهمش رو بهتون آموزش میدم. به یک ماجراجویی خلاق توی دنیای ریاضی با موضوع بازیابی رازهای برخورد تابع با محورهای مختصات خوش اومدید. تو این ویدیو شما رو به یک سفر جذاب و خلاق توی دنیای ریاضی دعوت میکنم تا رازهای برخورد تابع با محورهای مختصات رو کشف کنید. توی این ماجراجویی ریاضی شما به عنوان یک دانشمند پرسشگر و کنجکاو به دنیای پر رمز و راز توابع و محورهای مختصات وارد میشید. با استفاده از تصاویر جذاب و بازی‌های خلاقانه شما با مفاهیم پایه برخورد تابع با محورهای مختصات آشنا میشین و قوانین رو برای کلیک خوردن در نقاط مختلف به دست میارین. ما توی این ماجراجویی با استفاده از مثالهای جالب و چالشهای ریاضی به شما نشون میدیم که چگونه با استفاده از خلاقیت و ابتکار برخورد تابع با محورهای مختصات رو کشف کنید. همچنین با حل معماها و پیوستن به تیمی از شخصیت‌های جذاب میتونید بهترین استراتژی برای کلیک خوردن در دنیای ریاضی کشف کنید. حاضرید توی ماجراجویی خلاق در دنیای برخورد تابع با محورهای مختصات شرکت کنید؟ با ما توی این ویدیو به دنیای مهیج رازهای برخورد تابع با محورهای مختصات پی میبرید. با استفاده از خلاقیت و ابتکار بهترین گزینه‌ها رو برای کشف برخورد تابع با محورهای مختصات انتخاب کنید. بریم سراغ درس که در مورد برخورد تابع با محورهای مختصات هست. اولین نکته‌ای که توی برخورد تابع با محورهای مختصات باید یاد بگیریم اینه که برای اینکه نقطه برخورد یک تابع با محور x رو پیدا بکنیم ضابطه تابع رو مساوی 0 میذاریم و معادله حاصل رو حل میکنیم و هر تعداد xی که به دست بیاد همانجا تابع با محورهای x ها تلاقی داره. فرض بکنید که میخوایم محل برخورد تابع با محور x رو به دست بیاریم. یه تابع داریم fx برابر است با 3x به توان 2 به علاوه 5x به علاوه 6. خب برای اینکه مقدار x رو به دست بیاریم و محل برخورد x با محور مختصات x رو حساب بکنیم کل این تابع رو برابر 0 قرار میدیم و معادله رو حل میکنیم. حل که کردیم xی که به دست اومد نقطه برخورد این تابع در محور مختصات x هست. فرض میکنیم که حل کردیم شد 10. پس x برابر است با 10 نقطه برخورد این تابع در مختصات x هست، روی محور x هست. پس نقطه برخورد یک تابع با محور x رو میخوایم پیدا بکنیم ضابطه تابع رو مساوی 0 میذاریم، معادله رو حل میکنیم. هر تعداد xی که به دست اومد همونجا تابع با محور x ها تلاقی داره. دومین نکته چیه؟
برای اینکه نقطه برخورد یک تابع با محور y ها پیدا بکنیم، به جای x های تابع 0 میذاریم. هر مقداری برای y به دست بیاد، همونجا تابع با محور ارزها برخورد داره. پس ما فرض میکنیم یه دونه تابع داریم f(x) برابر است با خط فاصله 5x به توان 3 به علاوه 2x به توان 2 به علاوه 6 تقسیم بر x منهای 1. خب میخوایم محل برخورد این تابع با محور y رو به دست بیاریم. چی کار میکنیم؟ x رو برابر 0 قرار میداریم و 0 رو میذاریم داخل این تابع، حلش میکنیم. می‌نویسیم f(x) برابر است با 5 تا 0 به توان 3 به علاوه 2 تا 0 به توان 2 به علاوه 6 تقسیم بر 0 منهای 1. خب اینجا که 0 میشه، اینجا 0 میشه، تابع میشه 6 بر منفی 1 منفی 6 بر یکم که منفی 6 پاسخ صحیحه. یعنی y یا y برابر است با منفی 6. توی خط اگر این محور مختصات باشه، این x باشه، این y باشه، روی خط y مساوی است با y مساوی است با منفی 6. ضابطه این تابع، نمودار این تابع روی محور 6 برخورد میکنه. y مساوی است با منفی 6. پس مرور میکنیم برای اینکه مقدار محل برخورد یک تابع با محور x ها رو به دست بیاریم. ضابطه تابع رو مساوی 0 میذاریم. f(x) برابر 0 قرار میدیم. تابع رو حلش میکنیم. هر تعداد xی که به دست اومد میشه محل برخورد تابع با محور x ها. حالا میخوایم محل برخورد تابع با محور y ها یا y ها، ارزها رو به دست بیاریم. میایم چیکار میکنیم؟ ما یه f(x) داریم. x رو برابر 0 قرار میدیم. هر جایی که توی تابع x وجود داره 0 قرار میدیم. حلش میکنیم و به یک رابطه ای میرسیم که f(x) که برابر است با y برابر است با یک مقدار عددی، برابر یک عدد میشه. که y برابر است با یک عدد بشه، حلش کردیم میشه تابع توی عرض این مقدار برخورد داره. نکته سوم، برای اینکه نقطه برخورد دو تابع مختلف با هم پیدا بکنیم، دو تا تابع داریم مثل f(x), حالا یه عبارتی g(x), این هم یه عبارتی پیدا بکنیم. ضابطه ی تابع ها رو با هم مساوی هم میگذاریم و معادله رو حل میکنیم. معادله حاصل رو بر حسب x حل میکنیم. x به دست اومده طول نقطه برخورد دو تابع است که با جایگذاری در هر کدام از ضابطه ها میتونیم y آن رو پیدا بکنیم. فرض میکنیم که یه دونه تابع داریم f(x) برابر است با 3x به توان 3 به علاوه 5x منهای 6 و یک g(x) داریم که 2x به توان 2 منهای 10 تقسیم بر
x منهای 1. خب این دوتا ضابطه رو با هم مساوی قرار میدیم، یعنی می نویسیم fx برابر است با gx، یعنی می نویسیم 3x به توان 3 به علاوه 5x منهای 6 5x منهای 6 برابر میشه با 2x به توان 2 منهای 10 تقسیم بر x منهای 1. خب x رو حلش میکنیم، مقدار x مثلا به دست میاد 16 و این 16 طولیه که توی این نقطه این دوتا تابع با هم برخورد کردند. طول برخورد دو تابع f و g. حالا عرضش رو بخوایم به دست میاریم، 16 رو میذاریم داخل یکی از این ضابطه ها، مثلا میذاریم داخل fx، می نویسیم مثلا میشه y برابر است با 3 تا 16 به توان 3 به علاوه 5 تا 16 منهای 6. y به دست میاد مثلا 5. این هم میشه عرض برخورد دو تابع. پس ما یاد گرفتیم که وقتی که محورهای مختصات x و y داریم چطوری محل برخورد تابع با محورهای مختصات رو حساب بکنیم. چطوری حساب میکنیم؟ یا خلاصه سریع بهتون میگم. برای اینکه محل برخورد محور x رو به دست بریم، تابع رو برابر 0 قرار میدیم، حلش میکنیم، x که به دست اومد میشه محل برخورد تابع. حالا محل برخورد تابع با محور y ها رو بخوایم به دست میاریم، fxی که داریم جای x ها 0 میذاریم داخل تابعمون. y که به دست اومد میشه محل برخورد تابع با محور ارزها. حالا دو تا هم تابع داشته باشیم، fx و gx رو داشته باشیم، این دو تا تابع رو با هم مساوی قرار میدیم، حلش میکنیم، xی که به دست اومد میشه عرض برخورد دو تابع f و g. حالا برای طول برخورد تابع f و g، حالا برای اینکه عرض رو به دست بیاریم، y رو بخوایم به دست بیاریم، xی که به دست آوردیم میذاریم داخل یکی از این دوتا تابع مثل f یا g. مثلا میذاریم توی f، یه y به ما میده، حلش میکنیم، یه y به ما میده، میشه عرض برخورد دو تابع f و g. بریم تست حل کنیم. تست چی میگه؟ تابع fx x به توان 2 ax به علاوه 6 تقسیم بر x به توان 2 به علاوه 4x به علاوه b در نقطه‌ای به طول منفی 3 با محور x ها و در نقطه‌ای به عرض 1/2 با محور y ها برخورد میکنه. حاصل f منهای 1 کدامه؟ خب خیلی ساده و راحت میایم چیکار میکنیم؟ ضابطه تابع رو مینویسیم. برای اینکه در نقطه‌ای به طول منفی 3 با محور x ها به دست بیاریم چیکار میکنیم؟ خود تابع رو برابر 0 قرار میدیم. تلاقی با محور x ها y رو مساوی 0 قرار میدیم. کل ضابطه رو برابر 0 قرار میدیم. می نویسیم x به توان 2 به علاوه ax به علاوه 6 تقسیم بر x به توان 2 به علاوه 4x به علاوه b برابر 0 قرار میدیم. حالا
ما باید x رو به دست بیاریم. خب برای اینکه x رو به دست بیاریم چیکار میکنیم؟ کسر زمانی صفره که صورتش صفر باشه. برای اینکه این مقدار رو حلش بکنیم زمانی کل این معادله صفره که مخرج صورتش صفر باشه. کسر زمانی کل تابع برابر صفره که صورتش صفر باشه. یعنی چی؟ یعنی x به توان 2 به علاوه ax به علاوه 6 برابر صفر در نظر میگیریم. یعنی مخرج رو میذاریم کنار برای اینکه کل این هر وقت هر جا که دیدیم که یک عبارت کسری داریم، یک تابع کسری داریم و برابر این صفر قرار دادیم، میخوایم حلش بکنیم، صورت رو برابر صفر میذاریم. چرا صورت رو باید برابر صفر بذاریم؟ زمانی کسرها برابر حل میشن که مخرج حذف بشه، یعنی صورت برابر صفر بشه. و به صورت ساده هم میتونیم طرف این وسطه این بکنیم، مخرج رو ضرب در صفر بکنیم میشه صفر، پس صورت برابر صفر میشه. خب پس x به توان 2 به علاوه ax به علاوه 6 رو حلش میکنیم. برای اینکه حلش بکنیم ما نقطه‌ای به طول -3 داریم. این -3 رو میذاریم داخل این معادله‌ای که به دست آوردیم. یعنی می نویسیم -3 به توان 2 به علاوه a ضرب در -3 به علاوه 6 برابر با 0. حالا a رو به دست میاریم. خب -3 به توان 2 میشه 9 منهای 3a به علاوه 6 برابر با 0. 9 و 6 میشه 15 میره اونور، منفی میشه، منفی با منفی حذف میشه، 15 تقسیم بر 3 میشه 5. a برابر با 5 میشه. حالا ساده که بکنیم، معادله رو بکنیم، a شد 5. حالا ما a رو به دست آوردیم 5. میخوایم y رو به دستش بیاریم. اینجا چیکار میکنیم؟ تلاقی با محور y ها x رو 0 میذاریم. ما ضابطه تابع رو داریم. میخوایم محل تلاقی با محور y ها رو به دستش بیاریم. برای این کار x رو برابر 0 قرار میدیم و این 0 رو میذاریم داخل ضابطه تابعی که به ما داده. یعنی 0 به توان 2 به علاوه a ضرب در 0 به علاوه 6 تقسیم بر 0 به توان 2 به علاوه 4 تا 0 به علاوه b که برابر میشه با y. خب 0 که میره 6 بیوم برابر با y میشه 6 بیوم. حالا یه طرف این وسط اینم که بکنیم میتونیم بنویسیم که b برابر با 6 تقسیم بر y، یعنی 6 تقسیم بر y. حالا y رو میذاریم 1/2. خودش به ما گفته چی؟ در نقطه‌ای به عرض 1/2 به جای y میذاریم 1/2. 6 تقسیم بر 1/2. 6 تقسیم بر 1/2. دور در دور نزدیک در نزدیک بشه میشه 12. یا اینجا هم طرف این وسط این بکنیم میشه b 12. ما b رو به دست آوردیم 12، a هم به دست آوردیم 5. حالا حاصل
f منهای 1 کدومه؟ ما a و b رو به دست آوردیم، میذاریم داخل ضابطه تابع. ضابطه تابع رو مینویسیم fx برابر میشه با x به توان 2 به علاوه 5x به علاوه 6 تقسیم بر x به توان 2 به علاوه 4x به علاوه 12. حالا میایم f منهای 1 رو حساب میکنیم. f منهای 1 یعنی چی؟ یعنی جای x های این ضابطه منهای 1 میذاریم، میشه منهای 1 به توان 2 به علاوه 5 تا در منهای 1 به علاوه 6 تقسیم بر منهای 1 به توان 2 به علاوه 4 تا منهای 1 به علاوه 12 و اینو حلش بکنیم میشه f منهای 1. خب این که میشه 1 منهای 5 به علاوه 6. خب صورت میشه چی؟ 7 2. صورت میمونه 2 1 به علاوه 6 میشه 2. مخرج میمونه خب 1 منهای 4 به علاوه 12. خب اینجا میمونه 1 منهای 4 میشه منهای 3. اینجا میشه 9 2 نهم گزینه 1. خب حالا دوباره حلم نگاه بکنید، به صورت خیلی نوشتاری تمیز نگاه بکنید. fx در تابع a و b رو به دستش آوردیم، a و b رو به دست آوردیم میذاریم داخل ضابطه تابع. شد x2 به علاوه 5x به علاوه 6 تقسیم بر x2 به علاوه 4x به علاوه 12. حالا جای x میذاریم منهای 1. f منهای 1 رو میخوایم به دستش بیاریم. خب f منهای 1 رو گذاشتیم داخل ضابطه، منهای 1 به توان 2 به علاوه 5 تا منهای 1 به علاوه 6 تقسیم بر منهای 1 به توان 2 به علاوه 4 تا منهای 1 به علاوه 12. ساده کردیم شد 2 نهم و پاسخ گزینه 1 صحیحه. بریم تست آخرم حل کنیم. تست این جلسه گفته یکی از نقطه های برخورد دو تابع با ضابطه های fx بر اساس x منهای 1 در x منهای 5 ضابطه تابع رو داده. gx هم برابر 5 منهای 4x در کدام ناحیه مختصات قرار داره. گفته اول دوم سوم چهارم. خب برای اینکه به دست بیاریم محل برخورد دو تا ضابطه به چه صورت هست، اگر یادتون باشه توی اسلاید اول گفتم که اگر دو تا ضابطه داشته باشیم دو تا ضابطه رو برابر هم قرار میدیم، x رو به دست میاریم. xی که به دست آوردیم برای به دست آوردن یش، اون xی که به دست آوردیم میذاریم داخل یکی از ضابطه ها و y هم به دستش میاریم. همین کار انجام میدیم. ما fx رو داریم، gx هم داریم، می‌نویسیم x منهای 1 در x منهای 5 gx هم 5 منهای 4x. حالا این دوتا رو با هم برابر قرار میدیم، می‌نویسیم x منهای 1 در x منهای 5 برابر 5 منهای 4x. خیلی ساده و راحت. برای اینکه تلاقی دو تا تابع رو به دست بیاریم با هم برابر قرار میدیم. خب یه ضرب میکنیم، ساده میکنیم، میرسیم به رابطه x به توان 2 منهای 2x فرض با 0. خب برای اینکه ضرب بکنیم ساده بکنیم، جمله اول پرانتز در جمله اول در اولی در دومی، دومی در اولی و دومی در دومی ضرب میکنیم، ساده میکنیم و میرسیم به x به توان 2 منهای 2x فرض با 0. خب حالا فاکتور میگیریم.
فاکتور که بگیریم میشه x در x منهای 2 برابر است با 0 و x میشه چی؟ 0 یا 2. چرا 0 یا 2؟ چون که وقتی که فاکتور میگیریم x پرانتز باز x منهای 2 برابر است با 0 و مقدار x میشه x برابر است با 0 و x برابر است با 2. حالا باید y رو به دست بیاریم. برای به دست آوردن y x رو میذاریم داخل یکی از ضابطه هامون و y رو به دست میاریم. خب در تابع میذاریم. توی یه تابع خیلی ساده میذاریم توی g. x رو که بذاریم توی 5 منهای 4x، 0 رو بذاریم x برابر است 0 رو که بذاریم y میشه 5. x برابر 2 رو بذاریم توی gx y میشه 5 منهای 4 تا 2 4 تا میشه 12 تا 5 منهای 12 میشه منهای 3. پس y میشه 5 یا 3. خب پاسخ کدومه؟ ناحیه اول، دوم، سوم، چهارم کدومه؟ محل برخوردمون روی محور ارزها یا نقطه 0 و 5 یا نقطه 2 منفی 5. 0 و 5 یا 2 منفی 5. روی محور ارزها 0 و 5 یا 2 منهای 5. ناحیه چندم میشه؟ ناحیه 4 در نظر میگیریم و پاسخ گزینه 3 صحیحه. گزینه 4 صحیحه. ناحیه 4 گزینه 4 صحیحه. معمای تابع چند ضابطه‌ای، درک و حل این دنیای پیچیده. جلسه بعد میخوام در مورد چند ضابطه‌ای از توابع صحبت بکنم و بهتون بگم که چطوری میتونیم روابط چند ضابطه‌ای و چند توابعی رو حلش بکنیم. بسیار مبحث مهمیه جلسه بعد که میخوام چند نوع تابع داخل یک تابع رو حل کنیم. یه سری روش ها و تکنیک ها و پیچیدگی هایی وجود داره که پر از معماست و این معما رو جلسه بعد میخوام باهاتون به اشتراک بذارم و حلش بکنم. جلسه بعد جلسه بسیار مهمیه. حتما فیلم جلسه بعد رو ملاحظه بکنید. اگه دوست دارین توی کنکور و امتحانات موفق باشین، حتما همین الان وارد وبسایت یوتیوب بشید و کانال کنکور آسان رو سرچ بکنید و سابسکرایب و نوتیفیکیشن رو روشن بکنید. هر کسی که سابسکرایب و نوتیفیکیشن رو بزنه و زیر فیلم این جلسه کامنتی ارسال بکنه، PDF رایگان کنکور ریاضی رو در اختیارش قرار میدم و برای دریافت PDF رایگان کنکور ریاضی به کانال کنکور آسان یوتیوب توی اینستاگرام پیام ارسال بکنید تا لینک دانلود رو دریافت بکنید. پیروز و موفق باشید. جلسه بعد میبینمتون.